یه چند لحظه باید صبر کنین که این ماشین لباسشویی کارش تمام میشه. ببخشید تموم شد، الان برمیگردم. شاید بپرسین که خب چرا اول پهن نکردم بعد فیلم بگیرم. مرض دارم. خب من اومدم خدمتتون با چای نبات دوباره و ببخشید داشتم لباس پهن میکردم. همین اولی کار بگم که اینا همه تجملات با حالا فعلا این باشه، ولی این اصلش. آقا یکی از دوستان معین جان کامنت گذاشته بود که در مورد جمله هر کسی یه جوری گرفتاره یه چیزی بسازیم و یه چیزی به ذهنم زد، گفتم که میتونیم راجبه هر کسی یه جوری گرفتاره صحبت کنیم. مثلا از خودم شروع میکنم دیگه. مثلا من الان پیرم پوشیدم، پیرن مشکی و این شکلی تو آشپزخونه. این یک نوع گرفتاریه. این گرفتاری من نسبت به محیط پیرامونم. به چنل یوتیوب خودتون خوش اومدید و نمیفهمم مال خودتونه بفهمید، ولی چنل یوتیوب من اینجا سومین برنامه است که دارم ضبط میکنم و یه توضیحی بدم. دمتون گرم که انقدر واقعا دوستم دارید، چون میدونید منم دوستتون دارم. این دوست داشتن میاره دل به دل راه داره. خب دمتون گرم واقعا، از صمیم قلبم میگم. و اینکه ازتون میخوام توی کامنت مثلا اگه ایده‌ای دارید، نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید واسه برنامه و موضوع برنامه و اینا بگید. قرار نیست همه ویدیوها اینجوری باشه. من الان چون تازه شروع کردم یه ذره گرم داستانم، دارم چیز بازی در میارم، این به ذهنم میرسه میشینم یه ذره حرف میزنم راجع به این دغدغه‌های گرفتاری‌های مغزم. و دمتون گرم، کامنت بذارید، پیشنهاد بدید، من حساب کنید، زنگولمو بزنید و ممنونم ازتون. خب حالا میخوایم برسیم به این که هر کسی یه جوری گرفتار. یعنی چی؟ به هر حال گرفتاری چیزی که برای همه هست، هر کی اندازه خودش. گرفتاری میتونه از داشتن چک و بدهی و قسط و بدبختی و اینا باشه. گرفتاری میتونه گرفتاری هایی که در کودکی مونده باشه، میتونه گرفتاری های روانی، گرفتاری های عاطفی، گرفتاری های آدمی. بله گرفتاری های آدمی. ببینید بچه ها خودم رو گم میکنم گاهی، عذر میخوام. گرفتاری های آدم های مریض که میان تو زندگیمون، ما هم به عنوان یه سری آدم مریض دیگه میریم تو زندگیاشون، یه کثافتی رو دور هم میسازیم و عشق میکنیم. خب گرفتاری چیزیه که ما از بعد به تولد، حتی زمانی که به دنیا نیامدیم، از نظر من گرفتاری یعنی که ما از نظر روانی، خانوادگی تو دوران کودکی گرفتارش میشیم. یعنی گرفتاری یعنی گرفتاریم تا ابد. خب فقط حالا نمیخوام پیشنهاد بدم، فقط دارم راجع به گرفتاری هر کسی یه جوری گرفتاره صحبت میکنم. مثلا خودم رو گفتم، عرض کردم، مثلا این پوشیدن این پیراهن مردانه در آشپزخانه قبل از شروع شدن پایتخت اینجوری یه گرفتاری منه. حالا از کجا میاد نمیدونم، خیلی هم مهم نیست. مثلا این همسایه پایین بنده هر روز دعوا داره و همین تا 10 دقیقه رو پیش داد و بیداد و در و بکو. خب آدم اعصابش میریزه به هم و نگران میشه ولی خب این گرفتاری مربوط به اوناست. اونا یه جور دیگه گرفتارن. خب این گرفتاری اونا یه تلنگر به من میزنه که منم یه جوری دیگه گرفتارم. خب و در نهایت گرفتاریم. بحث اینه که بتونیم بپذیریم گرفتاری های همو. پذیرش یعنی چی؟ یعنی این که منظورم این نیست که بگم اصلا درک نمیخوام، اصلا درک نکن، اما آقا بپذیر که تو یک داستانا و یه دغدغه‌های فکری و گرفتاری‌هایی داری و خواهی داشت
یکی دیگه هم یه جور دیگه، جنساش با هم فرق داره ولی شاید یه جای شبیه شه یه جای نشه، کارش نمیشه کرد. خب باید کنار این گرفتاری ها فقط ادامه داد و زندگی کرد دیگه و یه ذره حالا شاید آدم خودشو بشناسه، گرفتاری هاش دیگه کمتر آزارش بده، همین. وگرنه گرفتاری واسه همه هست، هر کسی یه جوری گرفتاره. درگیر تجملات نشید، اصلا درگیر تجملات نشید. چای نباتتون رو بخورید و پایتخت ببینید، هیچ مسئله نیست، خیلی هم خوبه، حالم میده واقعا. سلامتی.